بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على من لا نبی بعده. خب انشاءالله در این درس ما از بخشی باب المسح علی الخفین میگذریم. 3 صحیفه دارد این بخش. این باب در موردی مسح کردن بر موزه ها هست یا بر خفین هست، موزه های چرمی شرعی. البته جایز بودن این از چندین تا احادیث می آید، حکمش یعنی برمی آید. خیلی حدیث های زیادی هست در کتاب های حدیث، که ذکر میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش مسح کردگی بود بالای خفین، یا اینکه امر کردگی هست، حکم دادگی هست که کسی که مقیم هست در وطنش هست میتواند 1 شبانه روز مسح کند بالای موزه ها، و کسی که مسافر هست میتواند 3 شبانه روز. مثلا حدیثی شریح بن هانی هست که میگوید اتیت عایشه رضی الله عنها اسألها عن المسح على الخفين فقلت عليك بابن أبي فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه. میگوید شریح ابن حانی به نزد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها آمد و در موردی مسح علی الخفین پرسید، سؤال کرد، و عایشه رضی الله عنها این شخص را گفت که به علی بن ابی طالب برو، به نزد علی رضی الله عنه رو و از علی رضی الله عنه پرس، چون که علی رضی الله عنه با پیامبر صلی الله علیه و سلم سفر میکرد. پس این شخص میرود نزد علی رضی الله عنه و میپرسد، و علی رضی الله عنه میگوید که جعل رسول الله صلی الله علیه و سلم 3 ایام و لیالیهن للمسافر و یوما و لیلة للمقیم، که در روایت مسلم هست. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 شبانه روز رو مقرر کرده است برای مسافر، یعنی که این مهلت یا حدی مسح کردن بالای خفین برای مسافر شماریده می شود، و 1 شبانه روز برای مقیم، برای کسی که در وطنش باشد یا مسافر نباشد. و این چنین دیگر حدیث های هست. فعن المغیرة بن شعبة رضی الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما رواه الترمذي، که من پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدم که مسح میکرد بالای خفینش، بالای خفین در ظاهری موزه ها، در بالای یا قسمت بالای موزه های چرمی، نه اینکه در زیرش. یعنی و این چنین علی رضی الله عنه این چنین میگوید که لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه. اگر دین با عقلمون میشد، یعنی اگر ما دینمون رو با عقلمون میفهمیدیم و فیصله و تصمیم میگرفتیم در مورد امور دین، پایان موزه ها یعنی اولاتر میبود برای مسح کردن از بالاهایشون. یعنی که دین با عقل نیست، یعنی ما دینمون رو با عقلهایمون نمیفهمیم، باید با نصوص شرعی بفهمیم. اولا با از طریق یعنی قرآن و سنت باید بفهمیم، نه اینکه با عقلهایمون و چیزی که به ما پسند هست یا چیزی که به ما ناپسند هست. علی رضی الله عنه ما رو متوجه می‌سازد که اگر ما دینمون رو، امور دین رو اگر ما با عقلهایمون فیصله میکردیم، پس پایان موزه رو مسح کردن یا شستن یا تازه کردن این زیادتر معنا می داشت، اولاتر می بود از مسح کردن بر بالایشون. اما چون که هدفش این است که امور دین با عقل فیصله کردن نمی شود، ما همان چیزی رو پیروی میکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما درس دادگی هست. و میگوید وقد رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یمسح علی ظاهر خفیه رواه ابو داود، که من دیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم که مسح کرد بر بالای موزه هایش. این یک کمی مقدمه هست برای این باب. البته در اینجا تفصیلات زیاد هست، اما همین قدر کفایه میکنه که شما همین 1-2 حدیث رو شنوید که در آنها ذکر خفین آمده است. اکنون آغاز میکنیم از متن. میگوید صح المسح على الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء. یعنی در این جمله اول با حکم مسح علی الخفین آغاز میکند امام شرنبولعلی. میگوید که صح یعنی صحیح هست مسح کشیدن، مسح کردن
علی الخفین، بر خفین. این خفین را من عموما خفین میگویم. اگر خواهید بعضی وقت موزه ها میگویم، موزه های چرمی. در تاجیکستان شنیدم بعضی ها میگوین مسحی، مسحی هایم مثلا. همه این سه کلمه در یک معنا هست. خب موزه های چرمی که همگی دیدگی هست که چی رو ما در نظر داریم. صحیح هست یا درست هست مس کشیدن بر موزه ها، بر خفین، در حالتی حدثی اصغر، در حالتی حدثی خرد برای مردان و زنان، ولو کان من شیء ثقیل غیر الجلد سواء کان لهما نعل من جلد او لا. ولو کان، در اینجا کان در حالتی تثنیه هست. خب ولو که یا اینکه اگرچه هر دوی آنها یعنی موزه ها باشد از چیزی که از چیزی غوث، حتی اگر موزه ها از یک متای غوث باشند، از یک چیزی غوث باشند. ثخین در اینجا غوث معنا دارد. حتی اگر موزه ها یعنی از چرم نباشد اما از یک متای دیگری باشد که غوث باشد. سواء برابر هست که اگر با آنها لهما، اگر برای آنها نعلون، اگر برای آنها یعنی کف از چرم باشد یا اینکه نه، یعنی برابر هست. فرق نمی کند که موزه ها آیا بر هر دی موزه ها کف چرمی هست، یعنی کف پای یا پایان پای، تگی پای که میگوییم، آیا همون قسمتش پاداشفه، شاید این بروسی باشد، آیا همون قسمتش از چرم هست یا باشد یا اینکه نه، یعنی از یک متای دیگری غوث باشد، این هم کفایه میکند. و یشترط لجواز المسح على الخفین 7 شرائط. برای مسح على الخفین 7 شرایط هست، 7 شرط ها هست که باید پوره شود برای درستی مسح على الخفین. یکمش الاول لبسهما بعد غسل الرجلین. یکم شرط این است پوشیدن موزه ها بعد از شستنی هر دوی پای ها. ولو قبل كمال الوضوء اذا اتمه قبل حصول ناقض للوضوء. اگرچه پیش از تمام کردن وضو باشد، وقتی که او را تمام کند، یعنی که وقتی که طهارتش را یا وضوعش را تمام کند پیش از حاصل شدن، پیش از رخ دادن باطل کننده وضو. چی معنا دارد؟ یعنی که اگر انسان، یعنی که شرط یکم این است که باید انسان موزه هایش را، خفینش را پس از شستن هر دوی پای هایش بپوشد، پیش از آن نمی شود. اگر چی طهارتش تا تمام نشده باشد. شاید با شما سوال خلق شد که چی طور پای ها آخران چیز هست، اما اگر یگان کس طهارتش را به ترتیب انجام دهد یا اول تنها پای هایش را بشوید، موزه هایش را بپوشد و بعداً مثلا بیرون در خنوکی در یگم جا رفته طهارت خود را به تکمیل رساند، تمام کند، این اجازت هست با یک شرطی که با یک شرط، و این شرط این است که اگر طهارتش را بتواند که به تکمیل رساند پیش از رخ دادن یگان ناقضی وضو. مثلا پایهایش رو میشوید و بعداً مثلا آبش رو میگیرد، بیرون میرود و تمام دیگر عضوهای طهارتش رو میشوید و در مابین یگان ناقضی طهارت به وقوع نمی آید. در مابین مثلا حاجت خانه را استفاده نمی کند یا مثلا باد نمی رود. اگر یگان خیلی ناقضی وضو حاصل نشود و تواند که از وقت شستن پایهایش تا آخری طهارتش رو به تکمیل رساند و باطل نشود، می تواند که اول پایهایش رو بشوید، موزه هایش رو، خفینش رو بپوشد و بعدا طهارت خود رو به تکمیل رساند. اما اگر در مابین مثلا استفراغ کند، قیق کند، یا در مابین خوابش برد، یا در مابین یعنی تشنابش بگیرد، باید که حاجت خانه را استفاده کند و گرچند که موزه هایش رو پوشیده است رود و حاجت خانه را استفاده کند و برای پیشاب کند، یعنی در این حالت باید که موزه هایش رو بگیرد، دوباره پای هایش رو بشوید و دوباره طهارتش رو یعنی به تکمیل رساند. دوم شرط چیست؟ و ثانی سترهما للکعبین. دوم شرط این تعلق دارد به خودی خفین.
باید هر دوی موزه ها، هر دوی خفین باید استخوان پای ها رو بپوشاند. کعبین یعنی بجلک های پای رو، استخوان پای رو باید بپوشاند. یعنی نمیتواند که خفین اینقدر یعنی چی باشند، اینقدر پخش باشد، اینقدر کوتاه باشد که بجلک پای پوشیده نشود. برای همین است که عموما هر خفینی که شما دیدگی هستید، هر مسیحی که شما دیدگی هستید، عموما مسیحی خودش تمام شرایط رو الکی پوره میکند، چون که مخصوصا تمام این شرایط رو به نظر گرفته مردم میسازند خفین رو. اما اگر مثلا اگر کسی خفین رو خریده نتواند و خودش بسازد، یا از یگان متای دیگر، از یگان لطه دیگر، یا از یگان مثلا چیز دیگر اگر خفین سازد، باید تمام این شرایط رو پوره کند. و اگر تمام این شرایط رو پوره کرده تواند، گرچه که موزه چرمی هم نباشد، از یک تیکه دیگر باشد، باز هم میتواند آنها را همچون موزه استفاده کند، همچون خفین استفاده کند. خب این از شرط دوم. سوم، إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد. این از شرط سوم. با موزه ها، شرط سوم امکانی مواصلانه یا مواصلانه راه گشتن باید باشد در آنها، یعنی در خفین، در موزه ها. یعنی چی؟ با موزه ها باید امکانیتی مواصلانه پای در پای راه گشتن باشد، یعنی با یک مسافه دراز. پس چی؟ فلا یجوز، پس جایز نیست مسح کردن بالای خفی که، بالای موزه‌ای که من زجاج از شیشه باشد، یا از خشب از چوب باشد، یا از آهن باشد. برای چی؟ اولا مسافه دراز وقتی که گفتم چی معنا دارد، شارحین فقه چی میگویند؟ مسافه دراز یعنی یک فرسخ این یک طرزی حساب کردن هست، حساب کردن این مسافه ها هست در کتاب های فقهی. یک فرسخ نزدی احناف که این مطابق 3 میل هست. انسان باید امکانیت داشته باشد، قدرت داشته باشد که با این موزه ها، با این خفین تا یک فرسخ سفر کند به یگان خیل مشکلات. و خفهایش باید نه آنقدر نازک باشد که پیش از پوره کردن یک فرسخ پاره یا اینکه کنده شود. مثلا اگر از شیشه باشد یا از همین خیل لطه باشد، چی پپلین میگوید، مثلا هر خیل لطه ها هست، بخمل میگوید، یا ریزین، نسکی که هر روزه میپوشیم، این خیلی نازک هست. خب این خیلی تنک هست. عموما اگر کسی یک فرسخ با نسکی عادی که از ریزین ساخته می شود اگر سفر کند، کنده می شود، پاره می شود. خب برای همین باید موزه های خفین نه آنقدر نازک باشند و نه آنقدر وزنین باشد که شخص از راه گشتن عاجز گردد. برای همین است که اگر موزه ها از آهن باشند، آدم نمیتواند، قدرت ندارد که با موزه های آهنی 3 میل سفر کند. نه برای آن که میشکند یا اینکه پاره میشود یا کنده میشود، از سببی که انسان عاجز میشود از سفر کردن. خب چهارم شرط، خلو كل منهما عن خرق قدر 3 أصابع من أصغر أصابع القدم. چهارم شرطی که تعلق دارد به خفین این است که خفین باید خالی باشند. خلو یعنی خالی بودن، نداشتن، خالی بودنی هر دوی آنها از خرق، از پاره شدن، یا از سوراخی که قدره به مقداری یا برابر به 3 انگشت باشد از انگشتانی، از همه انگشتانی خردی پای قدم. دیدید که قریب تمام کلمه های عربی به مانند کلمه های فارسی هست. یعنی چی؟
یعنی موزه ها باید دریده نباشند، باید سوراخی نداشته باشند، سوراخی که برابر به 3 انگشتی خردی پا باشد. اگر مثلا دریده باشد، سوراخی داشته باشد که برابر به 3 انگشتی خردی پا یا زیادتر باشد، در این حالت استفاده کردن این موزه ها جایز نمی باشد. و اگر کمتر باشد از 3 انگشتی خردترین پا، یعنی همان سوراخی، همان جای کنده شدگی اگر کمتر باشد، جایز هست، می تواند که استفاده کند. 5 شرط میگوید استمساکهما علی الرجلین من غیر شد. موزه ها باید بدون بستن استوار بمانند بر پای ها. استمساک یعنی که گویا که قپند پای را، بر پای استوار مانند، استوار ماندن آنها بر پای ها بدون من غیر بدون شد، بدون بسته شدن. چطوری که خفین را میدانید که اینقدر دبل هستند، اینقدر غوص هستند که خودشان این خیلی بالا می ایستند. حتی وقتی که ما موزه ها را از پایهای ما بیرون میکنیم، یعنی اگر این خیلی استوار مانیم شاید کمک بیافتند، اما عموما می ایستند، بالا می ایستند. اگر در نزد یک دیوار اگر بمانیم استوار می ایستند. اما نسکی که هست، یعنی جراب های تنوکی هست، استوار ایستاده نمیتوانند. خودی موزه ها گرچه که بعضی خفین زمکچه دارن، اما زمکچه برای سهولت پوشاک هست، یعنی برای که پوشیدن آسان شود هست. اما در اصل اگر زمکچه هم نباشد و انسان پایش رو درون کرده تواند، همین خیلی با پایش می ایستد و استخوان پایش رو، بجولک پایش رو محکم می کند، یعنی تا همون بجولک پای می ایستد، نمی افتد. اما نسکی که هست، اگر نسکی خودش علاقه بسته شده هست با رزین، چون که با رزین یعنی دوخته شدگی هست، همون متریالش با رزین گچ شدگی هست، آمیخته شدگی هست، خودش به پای می چسبد. اما این چسبیدن رو ما اعتبار نمیدیم، چون که این چسبیدن خودی نسکی نمی چسبد، بلکه از سببی که رزین دارد می چسبد. فهمیدید فرق رو؟ خب به هر حال این از شرطی 5. شرطی 6 شدین، یعنی به بسته شدن، به متایی که یا چیزی که او را بستد یا با او بسته شود. و السادس منعهما وصول الماء الى الجسد. 6 شرطی خفین این است که باید آب را به پای را ندهد. من کردن آنها رسیدن آب به پوست، یعنی که باید آب نگذران باشند. نمیدانم این کلمه به تاجیکی درست هست یا نه، اما به روسی برای این کلمه می شود، کلمه دراز است، ودو نپرونیتسایمه. هم خیلی یک کلمه خیلی فهمیدید، نویسید اگر خواهید، یعنی آب نگذران باشند. 7 أن يبقى من مقدم القدم قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا. این درباره خودی پای هست که 7 شرط این است که پای خودش باید موجود باشد، که باقی ماند از مقدم القدم، از قسمت پیش پای، قدر یعنی همون قسمتی که قدری که برابر باشد به حد یقل 3 انگشت خردی دست، یعنی که از قسمت پای، از عضو پای باید همین قدر پیش پای موجود باشد که با 3 چلیک دست، 3 انگشت دست برابر باشد، تا اینکه وقتی که ما 3 انگشت دست خود را بر پای مسح کنیم، همون قسمت پای در زیر همین 3 انگشت ما آماده تواند. یعنی که پای باید از دست رفته نباشد، باید شکسته یا اینکه قطع شده نباشد.
فهمیدید؟ یک بار دیگر ترجمه میکنم که باقی ماند، موجود باشد از پیش پای قدری یا به مقداری 3 انگشتی که از حداقل از خردترین انگشت های دست باشد. ما انگشت های دست رو به نظر میگیریم چون که انگشت های دست رو ما استفاده میکنیم برای مسح کردن. فلو کان فاقدا مقدم قدمه، پس اگر فاقدا شخصی که گم کرده باشد، یعنی که پس اگر گم کرده باشد یعنی نداشته باشد پیش پایش رو، یعنی پس اگر پیش پایش تماما نباشد، لا یمسحو، مسح نمی کند بر خفش اگرچه پشت پایش موجود باشد، عقیب پایش موجود باشد. فهمیدید؟ در اینجا میبینید اهمیت میدهید که در مسائل فقهی، در کتاب های فقهی تمامی نوعی مردم رو به نظر میگیرد، هم مردمی بیمار، هم مردمی که یعنی مقطوع العضو هستند، یعنی که عضوهایش تو مقطوع هست، هم مردمی بیمار، هم زن هم مرد، تمام این مردم رو به نظر میگیرد. پس این درباره مردمی هست که یا پایش یا کمش نیست یا تمامش نیست یا پشتش نیست یا پیشش نیست، این هم باید به نظر گرفته شود. خب اکنون تا اینجا چی شد؟ 7 شرایط شد که مربوطی خفین هست. تمام این 7 شرط باید پر شود تا اینکه انسان بتواند که این موزه ها رو بپوشد و بالایش مسح کند، و این ما تحت قانون و قاعده و مسئله الخفین بیفتد. در این قسمت یکم چی شده؟ حکم مسئله الخفین پیش شد و در این قسمت دوم 7 شرایطی که مربوط هست به همین بخش پیش شد. اکنون از اینجا و یمسح المقیم در مورد مدت مسح بر خفین گفتگو پیش می رود. خب برای همین متوجه شوید میگوید و یمسح المقیم یوما و لیلتا که شخص مقیم معنای لغویش همین است که یعنی کسی که ایستاده باشد، کسی که در شهرش در وطنش باشد. اما این را حتی میتواند بگوید که کسی که مسافر نباشد. کسی که مسافر نباشد علاقه مقابل مسافر می شود. شخصی که مقیم باشد یا شخصی که مسافر نباشد میتواند مسح کند 1 شبانه روز، یعنی 24 ساعت. یعنی که وقتی که در اینجا می آید وقتی که حدث پیش می آید، یعنی وقتی طهارتش می اشکند، باید ساعت رو ببیند. اگر ساعت مثلا 1:30 عبید باشد، باید که از همون ساعت رو نویسد یا به فکرش بگیرد و 24 ساعت وقت دارد. البته پیش از 24 ساعت پر شدن 24 ساعت اگر خواهد که موزه‌اش رو کشد دوباره طهارت کند، این اختیار در دستش هست، اما از 24 ساعت زیاد نمیتواند که موزه‌اش رو پوشد و بالایش مسح کند. والمسافر 3 ایام بلیالیها، و مسافر 3 شبانه روز میتواند که مسح کند، یعنی که 72 ساعت. و ابتداء المدتی، این از همه نقطه مهم هست که این وقت رو، این ساعت ها رو ما از کی حساب کردن رو سر میکنیم، از کی حساب میکنیم. میگوید و ابتداء المدتی من وقت حدثی بعد لبس الخفین، که ابتدای مدت، ابتدای مهلت، ابتدای این وقت از وقتی حدث هست، از لحظه شکستن وضو هست. حدث یعنی پیشاب کردن، یعنی حاجت خانه را استفاده کردن، تمام این چیزها حدث حساب میشن وقتی که طهارت میشکند. وقتی که حدث پیش می آید از وقتی که طهارت میشکند، از همان وقت ما حساب میکنیم بعد لبس الخفین، پس از پوشیدن خفین. یعنی که وقتی که خف پوشیده می شود و انسان طهارت می گیرد، ما از همان وقت حساب نمی کنیم، بلکه می استیم هر وقتی که حدث پیش می آید، هر وقتی که طهارت می شکند و انسان در حالت حدث داخل می شود، از همان لحظه ما حساب می کنیم این 24 ساعت رو یا این 72 ساعت رو. و بعدا میگوید و این مسح مقیم ثم سافر قبل تمام مدته. از اینجا تا آخر درباره این حالت ها گفتگو می رود که اگر مقیم مسافر شود یا اینکه اگر مسافر مقیم شود، یعنی در مابین پوشیدن خفین و در مابین حساب کردن این مدت، اگر خودی همون
گویم که حالت انسان اگر دیگر شود چی باید کرد؟ چگونه ما باید این وقت رو حساب کنیم، این مدت رو حساب کنیم؟ درباره این هست. متوجه شد؟ میگوید و این مسح مقیم، اگر شخصی که مسافر نباشد مسح کند، یعنی مدت مسحش آغاز شود. ثم سافر، و پس مسافر شود، پس چی کند؟ سفر کند پیش از تمام شدن مدتش، یعنی پیش از آن که 24 ساعتش به تمام شود مسافر شود. در این حالت چی میتواند کند؟ چی میشود حکمش؟ اتم مدت المسافری، در این حالت میتواند که به مانند مسافر مدت را تمام کند. یعنی که پس از 24 ساعت به انتها رسیدن ضرورت نیست که، یعنی برایش ضروری نیست که خفینش رو کشد، بلکه میتواند که یعنی 48 ساعت دیگر برایش وقت هست، برایش 2 روز دیگر، 2 شبانه روز دیگر وقت هست، چون که مسافر شد. فهمیدید؟ چون که اکنون از حالت مقیم بودن به مسافر بودن تبدیل شد. و برعکس هم و این اقام المسافر بعدما مسح یوما و لیلة نزع، و اگر مسافر در حالت سفر بود، یعنی در فکرش این است که من 3 شبانه روز دارم و پس از 24 ساعت در حدود همان وطنش یا جای استقامتش داخل شود، یعنی که مقیم شود، در این حالت باید که و 24 ساعت اگر پوره شده باشد نزع باید که کشد. لفظ به لفظ ترجمه میکنم که اگر مسافر اقام مقیم شود، در حدود همان جای استقامتش رسد، بعد ما مسح، بعد از اون که مسح کرده باشد برای 1 شبانه روز، در این حالت باید نزع، باید بکشد موزه هایش رو، چون که وقتش پوره شد و اکنون چی هست؟ اکنون این باید قانونی یا مدتی مقیم رو باید پیروی کند. و الا، و اگر این مدتی 24 ساعت پوره نشده باشد، یتم یوما و لیلة، و اگر تو حال مثلا در سفر بود اما از سفرش برگشت یا پیش از اون که سفر کند به جای دور که روزها رو در بر گیرد، اگر فیصله کند که من در یک جای نزدیکتر میرم و می ایستم برای 1 هفته مثلا، یا برای 1 ماه، یعنی مقیم شود، از 15 روز زیادتر باشد، وقتی که به همون جایی که رسد اگر 1 شبانه روز اگر پوره نشده باشد تا حال وقت دارد و میتواند که همون 1 شبانه روز را تمام کند. یعنی مهم همین است که شما اصول ها رو در اینجا بفهمید، قاعده ها رو بفهمید. وقتی که آدم فقه رو می آموزد تنها مسائل رو نباید آموزد که هر مسئله رو جدا جدا، بلکه برای بعضی قسمت ها، بعضی بخش ها و برای بعضی مسائل ها باید که، یا برای بعضی باب ها باید که قاعده ها رو آموزد. اگر قاعده رو شاگرد آموزد میتواند که چندین تا فروعی مسائل رو، یعنی مسائل خرد رو در فکرش جای کند. اما اگر هر یک مسئله رو جدا جدا اگر شما یاد گیرید و قاعده رو نفهمید، پس هر یک مسئله نوی که پیش بیاید و شما نخوانده باشید برای شما نافهمه خواهد بود. برای همین در اینجا قاعده چیست؟ قاعده همین است که مسافر 3 شبانه روز وقت دارد و مقیم 1 شبانه روز وقت دارد. اگر در مابین این مدت مسافر مقیم شود 1 روز یعنی مدتی 3 شبانه روزش به 1 شبانه روز تبدیل می شود، و اگر مقیم مسافر شود در مابین مهلتش 1 شبانه روز به 3 شبانه روز تبدیل می شود. این است قاعده. این قاعده رو خوب به فکرتون بگیرید. و بعد از این اگر هر کس خواهد سوال کند که مثلا فاطمه اینجا رفت، به این شهر رفت، این خل شد، موزهش رو پوشید، زید این خل کرد، احمد این خل کرد، مادرم این خل کرد، خواهرم این خل کرد، شما میتونید تمام این مسائل رو دوباره برگردانید به همین قاعده و جوابش رو پیدا کنید. سوال کنید خب کی سفر کرد، تا کجا سفر کرد. خب و بعد از این میگوید و فرض المسح. اکنون به یک بخش دیگر میگذاریم و این بخشی چیست؟ این بخشی مقداری مسح کردن هست. خب
میگوید که مقدار مس قدر 3 اصابع من اصغر اصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل. قدری یا مقداری 3 انگشت هست از خردترین انگشتان دست بالای ظاهری پیشی هر پای. فهمیدید؟ یعنی که حدی اقل انسان باید همین مقدار رو مسح کند. هر دوی پای ها را تصور کنید، بالای هر دوی پای. اکنون شما شاید الکی بدانید، اما کسانی که نمیدانند، تجربه ندارند، بالای هر دوی پای باید مسح کرده شود و کدام مقدار رو ما به نظر میگیریم؟ 3 انگشت خردترینی دست رو به نظر میگیریم، چون که با دست مسح کرده می شود. و از کجا آغاز میکنیم تا کجا میبریم؟ این ما تحت سنتش داخل می شود. البته در این نقطه بالاگی اگر انسان دستش رو بگیرد، انگشتان دستش رو بگیرد و تمام انگشتهایش رو بالای پایش، نه اینکه زیرش، بالای پایش اگر مسح کند، میتواند با تمام انگشتانش مسح کند. ضروری نیست که انسان 3 انگشت رو بگیرد، اما قدر اقلش، یعنی کمترین مقدارش 3 انگشت هست. حدی اقل همین قدر انگشت ها رو باید استفاده کند برای مسح کردن. اما شرط نیست که انگشتی میده ترین رو بگیرید و انگشتی بعد از اون رو بگیرید و انگشتی میانه رو بگیرید، با این 3 انگشتی میده ترین یا خردترین مسح کنید. این لازمی نیست. 3 انگشتی میانه رو اگر بگیرید، تمام انگشت ها رو بگیرید، تمام دست رو بگیرید. این یعنی مهم همین است که قدری کمترین پوره شود بالای هر پای. اکنون از کجا آغاز؟ هم این طریقه هست و هم سنت هایش هست. میگوید مد الاصابع مفرجة من رؤوس اصابع القدم الى الساق. انگشت ها رو باید مد، یعنی که باز کرده شود، باید کشوده شود. یعنی انگشت ها رو با هم دیگر نمیچسبانیم. 3 انگشت رو با هم دیگر چسبانده مسح نمی کنیم، بلکه انگشت های دستی خود رو باز میکنیم، کشاد میگذاریم. مفرجه یعنی کشاده. مد یعنی دراز کردن یعنی انگشت ها کشاده، در حالت باز کرده، در حالت کشاده. در حالت کشاده از کجا آغاز میکنیم؟ از سر انگشتان قدم تا ساق، یعنی که تا ساقی پای، تا طرفی بوغم ها، تا طرفی بجلکی پای. فهمیدین؟ ساق همون قسمتی را گفته می شود که از بجلکی پای، از همون استخوان پای بالا هست. این را ساق گفته می شود. پس ما از کجا آغاز میکنیم؟ از نوکی یا از سر انگشت های پای آغاز میکنیم. یعنی نوکی انگشتان دست خود را بر نوکی انگشتان پای خود میگذاریم. حدی اقل 3 انگشت میانه باید یعنی رسد و همین خیلی بالا میکشیم به طرفی بجلکی پای، یا به طرفی همین خیلی یا راست میتوانید روید یا کمی به یک طرف میل کنید که به طرفی بجلک رود. اگر نخواهید که به طرفی بوغم پای میل کنید، میتوانید همین خیلی راست بالا کشید تا ساقی پای. این است طریقه مسح کردن بر موزه ها. بعدا میگوید و ینقض مسح الخف 4 اشیاء. 4 چیز مسح علی الخفین را ناقض میکند، یعنی باطل میکند. در اینجا باز هم قریب 1 صفحه باقی مانده است. من میخوام این رو تمام کنم، نمیتوانیم این درس رو بشکنیم. برای همین یک کمی انشاءالله صبر داشته باشید. 12 دقیقه دیگر انشاءالله درس میکنیم. میگوید که یکم کل شیء نقض الوضوء. این یکمش از 3 بعدی کمی فرق میکند. خوب گوش کنید. هر چیزی که طهارت رو میشکند، یعنی که هر چیزی که وضو رو طهارت رو میشکند، مسح رو هم باطل میکند. میگوید اما این چی معنا دارد؟ مسحی که کرده بود باطل میشود و در وقت نماز باید دوباره طهارت کند، اما بر خفینش مسح کند. این رو در نظر دارد، نه اینکه باید مسحی های خود را یا خفین خود را بکشد. فهمیدین؟ هر چیزی که طهارت را باطل میکند هدفش این است
که اگر مثلا حاجتخانه رو استفاده کرد، خواب کرد، مقصد طهارتش شکست، در این حالت باید که در وقت نماز طهارت کند و میتوان بالای مسحش، بالای بخشش خفینش مسح کند. چون که اگر این رو من واضح نسازم شاید شما گمان کنید که این هدفش این است که مسح باطل شد، یعنی که باید خفین کشیده شود. نه، یعنی که این یکمش از این سه تا بعدی دیگر هست، یعنی که میتواند مسح کند بالای خفینش. وقتی که طهارت شکسته شد مسح علی الخفین آغاز میکند. دوم، و نزع خف ولو بخروج اکثر القدم الى ساق الخف. اکنون دوم، سوم و چهارم چطوری که در اینجا میگوید، این از یکم چطور فرق میکند که در حالت دوم، سوم و چهارم باید پای شسته شود و بالای پای مسح کرده نمی شود، بلکه بالای موزه مسح کرده نمی شود، بلکه خودی پای رو باید شسته شود. تمام طهارت دوباره کردنش لازم نیست، بلکه پای باید شسته شود. امیدوارم که خوب فهمیدید. برای یکمش مسح علی الخف یعنی که مسح بالای موزه ها آغاز می‌یابد و انسان مسح میکند بالای خفینش. اما برای حالت دوم، سوم و چهارم باید که پایش رو بشوید. در کدام حالت؟ نزع خف ولو بخروج اکثر القدم الى ساق الخف. دوم این است کشیدن خف. کسی اگر خفش رو، موزهش رو، حتی یک تاش رو اگر کشد، در این حالت باید که پایهایش رو بشوید. اگرچه اکثر قدم یعنی اکثر پای بیرون شود الى ساق الخف، با ساق همون خف، یعنی همون قسمتی ساق که من برای شما فهموندم، به قسمتی که بالای بجولکی پای هست، که بالای استخوانی پای هست. و این در هر دوی حالت هست. چی انسان اگر خودش خواهد که موزهش رو کشد، چی انسان ناخواست کشد، چی پایش ناخواست چرتد و لخشد از موزه بیرون شود. اگر کسی موزه های کلان پوشد، خفینی کلان پوشد و پایش مثلا نمگین شود یا یعنی چی شود و بیرون شود، در این حالت اگر اکثری پای و ساق خف بیرون شود، با همون قسمتی که استخوان رو میپوشاند اگر بیرون شود، در این حالت باید که موزه هایش رو کشد و پایهایش رو باید بشوید. اگر طهارت داشته باشد البته طهارتش می ایستد، اما پایهایش رو باید بشوید. و اصابة الماء اکثر احدى القدمین فی الخف على الصحیح. سوم حالت این است که رسیدن آب به بیشتری یکی از پایها. رسیدن آب اکثر بیشتری یکی از پایها در خف طبق قول صحیح. اگر آب رسد به درونی پایها، چی از بالای خف باشد، چی از سوراخ خف باشد که از مقداری 3 انگشت کمتر باشد، البته فرق نمی کند که با چی، یعنی با کدام حالت، با چی طریقه آب داخل شود. اما اگر آب داخل شود، این هم یکی از حالت های هست که باید در آن موزهش رو کشد. و چهارم، مضی المدتی، گذشتنی مهلت یا گذشتنی یا انجام شدنی، انجام یافتنی مدتی مسح ان لم یخف ذهاب رجله من البرد. در اینجا یک شرط هست که به شرطی که کسی از سردی نترسد. کسی اگر نترسد که پایش ذهاب رجله، پایش از بین می رود از سردی، یعنی این خیلی یک سردی سختی را در نظر دارد، در این حالت از سبب ضرورت می تواند که مسح خود را، مسح علی الخفین خود را ادامه دهد. اما اگر این حالت پیش نآید، باید که یعنی موزه های خود را کشد و باید پای های خود را بشوید. و میگوید و بعد الثلاثه الاخیره غسل رجلیه فقط، یعنی که پس از این 3 حالت های آخرانی که ذکر شده است، تنها پایش را باید بشوید. ولا يجوز المسح على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين. و در اینجا یک مسئله آخرانی که دایر به مسح کردن رابطه دارد، این است مسئله مسح کردن بالای عمامه، بالای کلاه یا تاقی که گفته می شود،
болои бурқа ё ниқоб ки мегӯем ва қуффазайн яъне дастпӯш. мегӯяд ки тибқи фиқҳи ҳанафӣ ҷоиз нест масх кардан бар имома ва бар ҳамин чизҳо ва уламо сабабашро ин гуна зикр мекунанд, чунки мегӯянд ки дар кашидани ин чизҳо мушкилоте нест. ва пас имом муҳаммад масалан дар муаттаи имом муҳаммад мегӯяд ки фатвои мо ин аст ки болои ин чизҳо бояд масх карда нашавад, махсусан болои ин се чизи охирон. имома агар ин гуна яъне тунук бошад, уламо мегӯянд ки агар сарбанди мард инқадар тунук бошад ки агар ҳангоми масх кардан болои сараш ё болои имомааш агар тари ба сараш ба мӯйҳояш агар расад, хуб ин ҷоиз ҳаст, аз сабабе ки гӯё ки болои сараш масх кард. аммо умуман имома печонда мешавад хело зиёд ва ҳамон расидани обро манъ месозад аз ба сар расидан. барои ҳамин дар ин ҳолат ҷоиз ҳисоб намешавад. ва албатта аз тарафи мо барои аҳодисе ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам зикр мешавад ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам бар имомаи худ масх кард, ҷавобҳое ҳаст аз тарафи уламо. масалан мегӯянд ки тарзе ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам имомаи худро пӯшида буд ин гуна буд ки об мегузашт ба сараш. барои ҳамин мо бармегардем ба он чизе ки равшан ҳаст ва он чизе ки қатъӣ ҳаст ва возеҳ ҳаст аз ҷиҳати далелҳо, ки ояти қуръонӣ мебошад ки бояд бар сар масх карда шавад ва аз ин сабаб ҳар чизе ки болои сарро мепӯшонад бояд чӣ шавад, бартараф карда шавад ва баъдан болои худи сар масх карда шавад. акнун ва инчунин ҳиҷоб ҳам дар ин дохил мешавад. агар инсон дар берун бошад, баъзеҳо ҳамин хел болои ҳиҷоби худ масх мекунанд. тибқи фиқҳи ҳанафӣ ин ҷоиз нест. инсон бояд ки аввал кӯшиши аз ҳама яъне кӯшиши худро кунад ки болои сараш масх кунад ва ин имконияташ ҳаст. ба осонӣ инсон метавонад ки як чодари дигарро, як латтаро болои сари худ гузорад ва дастони худро дарун кунад ва ҳамон ҳиҷоби худро чӣ кунад, кушояд, дастони худро дарун кунад ва болои сари худ масх кунад. яъне дар ин ҷо ягон хел зарурати шадиде нест ки мардум мегӯянд ман дар берун ҳастам, ҳиҷоб дорам, ҳиҷобамро кашида наметавонам. ин фарзияти таҳорат аст. пеш аз пеш инсон бояд фикр кунад дар бораи таҳораташ, дар бораи намозаш. пеш аз он ки инсон ба як мол равад, ба як мағоза равад, ба як парк равад, бояд дар бораи намозаш фикр кунад, дар бораи ҳиҷобаш фикр кунад ки ман чӣ гуна намоз мехонам, чӣ гуна таҳорат мекунам. ин хел нест ки ҳар як мушкилоте ки пеш ояд инсон ягон роҳи осонро пайдо кунаду истифода кунад, ки роҳаш нест. дини мо пур аз яъне шароит ҳаст, пур аз фароиз ҳаст. тамом инҳо бояд ба ҷой оварда шавад. ба ҳар ҳол акнун медонам шояд монда шудагӣ бошед, ман ҳам каме яъне монда ҳастам, аммо ин қисматро бояд тамом кунем. ин қисмат ҳам доир ба масх ҳаст, доир ба масх кардан ҳаст, аммо масх алал хуффайн нест. хуб, имома салла, бале, дуруст. хуб, аз ин қисмат мо мегузарем ба як бахши наве ки тааллуқ дорад ба масх кардан ва ин масх кардан болои бандажҳо, болои ҷобираҳо ҳаст. хуб, вақте ки инсон дасташ мешканад, дур аз ману шумо, аллоҳ ҳифзамон кунад, амин, ё инсон захмӣ мешавад ва ғайра, болои ҷисмаш, болои узваш печонда мешавад, бандаж гузошта мешавад, шина гузошта мешавад. дар ин ҳолат як узви инсон пӯшида мешавад ё печонда мешавад. дар ин ҳолат чӣ бояд кунад? дар ин ҳолат чӣ гуна бояд масх кунад ва ҳукми масх чист? фаҳмидед? дар ин бора ҳаст. ман кӯшиш мекунам ки зуд тарҷума кунам ва ин қисматро ба зудӣ ба поён расонам. хуб, дар ин ҷо бибинед мегӯяд ва хуб, пеш аз он ки дароям ба ин қисмат, ин дар бораи ҷабира ҳаст. хуб, калимаи арабияш дар ин ҷо ҳаст, ҷабира, ки ба тоҷикиам ба фикрам ҷобира мегӯяд ё шина мегӯяд. яъне дастгираки тиббиро гуфта мешавад. дастгирак ба фикрам мегӯяд. дастбанду пойбанд ҳам гуфта мешавад. вақте ки шахс ё дасташ ё пояш мешканад ё масалан захмӣ мешавад, махсусан дар замони қадим ду чӯбро мегирифтанд ва дар ду тарафи ҳамон узв бо латта мепечонданд
تا اینکه همون زخم یا همون استخوانی که شکسته شده است درست و راست شفا یابد. و همه دیگر چیزهایی که مانندی همین هست ما تحت این باب داخل می شوند، به مانندی بینت، به مانندی بنداژ، پیچ یا حتی یک لطه کهنه را اگر کسی بگیرد و همچون دستبند یا بستبند یا همچون جابیره اگر استفاده کند، تمام این چیزها ما تحت همین باب داخل می شوند. خب گیپس، کسی گفته است گیپس، انشاءالله خیلی شما میدانید گیپس هم شاید یک کلمه درست باشه در اینجا. میگوید اذا افتصد، اگر از شخص خون گرفته شود، افتصد خون گرفته شود، این میتواند با مانند اوکول باشد یا میتواند با یک حالت دیگر باشد، مثلا به طرز زخم اگر خون براید. خب یا با مانندی مثلا خب میتوانیم که مثلا هیجامه رو همچون مثال بدیم، اما زخم‌های هیجامه یا زخم‌هایی که با طریق یا وقتی که خون با طریق اوکول کشیده می شود، این زخم‌ها خیلی خرد هست، یعنی یک نقطه که خرد کک می باشد. اما این گونه تصور کنید که اگر انسان زخمی شود، خون ریزی داشته باشد از یگان عضوش، او جرح یا اینکه زخمی شود، او کسر عضوه یا اینکه عضوش بشکند، شکسته شود، فشده بخرقة او جبیرة، پس او را ببندد، او را بندد، بسته کند با یک لطه، بخرقة یا با یک جابیره اگر ببندد. و کان لا یستطیع غسل العضو ولا مسحه، و نتواند استطاعت نداشته باشد یا قدرت نداشته باشد برای شستن عضو و نه مسح کردنش، در این حالت چی میکند؟ وجب المسح على اکثر ما شد به العضو، پس در این حالت مسح کردن بالای اکثری آن چیزی که با او عضوش را بسته است واجب میگردد. یعنی خودی همون عضو را، پوست را نمیتواند بشوید و اینچنین نمیتواند خودی همون زخم را، خودی همون عضو را مسح کند، یعنی پوست همون عضو را مسح کند. در این حالت واجب میگردد بالایش که بالای بنداژ، بالای لطه مسح کند و بالای اکثری همون لطه یا بنداژ یا گیپس باید مسح کند. و کف المسح على ما ظهر من الجسد بین اصابة المفتصل، و میگوید که اگر مثلا بنداژ یا لطه یا چیزی نباشد، پیچاندگی نباشد عضوش اگر نمایان باشد یا تنها یک بنداژ خرد بالای همون قسمت زخم اگر پوشیده شود، در این حالت کفایه میکند مسح کردن بالای آن چیزی که ظاهر هست، بالای آن قسمتی که ظاهر هست از پوست، مابین بنداژ ها، مابین قسمتی بسته شده. یعنی که در این قسمت یکم خلاصه چی شد؟ خلاصه همین قدر شد که اگر بالای عضو انسان بنداژ باشد، گیپس باشد، هر چیزی که باشد، لطه باشد، پیچاندگی و انسان امکانیت نداشته باشد که خودی پوست را بشوید یا مسح کند، در این حالت بالای همون چیز باید که مسح کند، بالای اکثرش. و المسح کالغسل، میگوید که مسح کردن بالای این چیزها به مانند شستن هست. چی طور؟ فلا یتوقت بمدت، یعنی که پس چگونه به مانند شستن هست؟ میگوید که در این مسح کردن با یک مدت وابسته نیست، یعنی مهلت معین ندارد، مدت معین ندارد. ولا یشترط شد الجبیرة على طهر، و این چون یعنی به مانند خفین نیست، بلکه به مانند شستن هست. یعنی گمان نکنید که این در باب خفین می آید پس به مانند خفین هست و مهلت دارد، نه، بلکه به مانند شستن هست. و این چون میگوید که شرط نیست که جبیره، همون بنداژ و لطه‌ای که استفاده می شود، شرط نیست که بالای یعنی طهارت یا پس از طهارت بسته شود. به طهارت انسان وقتی زخمی باشد و فوراً بسته می شود، اگر این گونه شود این باکی ندارد، این درست است.
و یجوز مسح جبیرة احدى الرجلین مع غسل الأخرى. سوم طرزی که این مسئله به مسئله شستن نزدیکتر هست، نه به مسئله خفین، این است که جایز هست مسح کردن جبیره یک پای و شستن دیگر پای. اما آیا مسح کردن یک خف و شستن دیگر پای جایز هست؟ نه. یعنی که این به مانند شستن هست. انسان اگر یک پایش جبیره داشته باشد میتواند که بالای آن پای زخمیش یا شکستهش مسح کند، اما بالای دیگر پایش که سالم هست و آن پایش رو بشوید. ولا یبطل المسح بسقوطها قبل البرء. سوم مسئله این است که مسح کردن بالای همین زخمش، بالای همین گیپسش، جبیرش باطل نمیگردد اگر همین چیزی که استفاده شده است برای بستن زخمش اگر بیافتد پیش از سالم شدن جسمش یا پیش از شفا یافتن عضوش. فرض کنید که اگر کسی دستش پایش شکسته باشد، سوخته شده باشد و همون لطه یا بنداژ یا گیپسی که پوشیدگی هست اگر بیافتد، در حالت خواب باشد، هر چیزی که باشد، اگر بیافتد از بدنش، اما همون عضوش تا حال زخمی هست، تا حال درمند هست، در این حالت مسح کردن بالای همون چیز باطل نمیگردد. میتواند همون گیپس رو، همون هر چیزی که است دوباره پوشد و مسح کردن بالایش ادامه دهد. و یجوز تبدیلها بغیرها. و این چنین جایز هست انسان میتواند که همین لطه‌اش رو، بنداژ رو، گیپس رو عوض کند با یک چیز دیگر، یا عوض کند با یک بنداژی نو یا گیپسی نو یا لطه نو، میتواند که تبدیل کند. ولا یجب اعاده المسح علیها. و اگر الکی طهارت کردگی باشد و الکی بالای همون گیپسش مسح کردگی باشد، برایش واجب نیست که دوباره مسح کند. مثلا طهارت کرد، بالای همین جبیرش مسح کرد و میخواهد که نماز خواند، اما میگیرد همون جبیرش رو عوض میکند. شرط نیست که دوباره رفته بالای این جبیره نوش مسح کند، اما میگوید که والافضل اعادته. اما بهتر است که دوباره اعاده کند، یعنی دوباره مسح کند بالای همون جبیره نوش. خب و این سه جمله آخران و اذا رمد و امر الا یغسل عینه. تمام این قسمت درباره جبیره ها بود، درباره جبیره ها، درباره همین گیپس ها و بندش ها. از این سه جمله آخران کمی رابطش کمتر هست، اما باز هم ما تحت همین باب داخل می شود. میگوید که اگر رمیده معناش همین است که اگر در چشمش بیمار باشد، اینفکسیا داشته باشد، یا اینکه چشمش اگر درمند باشد و امر شود، حکم شود، برایش گفته شود که چشمش رو نشوید، او انکسر ظفره و جعل علیه دواء، یا اینکه ناخونش بشکند و بالایش دوا گذارد، او علقا او جلدت مرادت، یا اینکه یا دوا باشد یا لطه باشد، لطه یا بنداژ علقا، یا اینکه پوستی حیوان باشد، یعنی بعضی وقت شاید در زمانهای قدیم پوستی باریک یک حیوانی رو میموندن بالایش تا اینکه شفا یابد یا سبب شفا شود. و یضره نزعه، و برداشتنی یا دور کردنی این چیزها از ناخونش یا چشمش ضررناک باشد، جاز له المسح، برایش اجازت هست، جایز هست مسح کردن. خب یعنی وقتی که مربوط به ناخونها یا چشم باشد. و این ضره المسح، و اگر نتواند حتی بالای این چیزها مسح کند، بالای ناخونش اگر دوا باشد یا بالای ناخونش اگر چیزی باشد، حتی نتواند که بالای همون چیز مسح کند، میتواند که حتی مسح کردن را هم ترک کند. و این با تمام دیگر چیزها هم هست، به دیگر جبیره ها هم تعلق دارد.
اگر دست انسان شکستگی باشد و حتی نتواند که بالای همون دستش، مثلا اگر انسان سوختگی باشد، پیچوندگی باشد و باید آب تماما نرسد، حتی به همون بندش ها هم باید نرسد، به همون لطه ها هم باید نرسد، با انگشت های تر اگر انسان مسح کند کم تر احتمالی رسیدن آب دارد. اگر تماما باید آب دور باشد میتواند که حتی مسح را هم ترک کند. و میگوید که ولا یفتقر الى النیة فی مسح الخف والجبیرة و رأسی. آخران مسئله همین است که میگوید که ضروری نیست، نیازمند نیست به نیت داشتن یا نیت کردن در باب مسح خف، یعنی هنگام مسح کردن بالای موزه ها و این چونین بر جبیره ها و بر سر. خب یعنی ما سر رو الکی میدانیم که در طهارت بالای سر مسح کرده می شود، اما نیت شرط نیست. اما در این باب ما درباره جبیره ها و خف آموختیم. خب انشاءالله درس رو در همین جا میگذاریم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.